سعدی من نفهمیدم تو مرا که جووردی گیرم مرا گوش کن منی جون من همین اوچم دو وعده کرده بودم که همین دانشگاه رو تمام کنم با شما دا یک کلینی ماشین دار میگیرم میارم برای همون وعده هم دست دادم رفتم اوچم نگاه داره بیا 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 السلام علیکم. السلام علیکم استاد جان. نازه. سعود سعدی جان سلامتی خوبه. همه نازه. شما نازه استاد جان. میشه. بچه کلام شده ها. خیلی بود نبودی. ای کجا دم گشتی دانشگاه رو بود کدی با؟ او تمام کردم دانشگاه رو تمام کردم استاد. ای بهترین. بعد کدام دانشگاه بود کدی؟ همون فیزیک آخه. فیزیک بود کدی ها؟ او همون شما ما رو درس آموختین کو فیزیکا. بسیار فایده کرد. ای بهترین خیلی باید که دستی استادم گرفتن در کار بابا چند خونده سیا که چند بود کدی همین 4.5 5 ها من 4.5 5 ها این مکتب میونه دو قصه‌ها دامنه داشتیم میبخشه که یکی میشوا یا دیگه نپرسیدیم بخشش این نصیب باشه میگیریم شا کلی شونده مبارک شوا خیر مبارک شوا که بخشش پیش همیده که قصه‌ها دامنه داشت در مکتب چه پاس قدی بود کدای ما ایران سعدی جان خاک همین بابا دی فیزیک داده یک سوالت میتون یک سوال اینا مسابقه دیده سی اخیان اینا بیا همین خوای برقتی سویت سیمی سویت اینا برای چی ما اینا سیمی سویت بخپم مرا سویت میزنه اینا فرض کردیم پراندو اینا موسیقی در هم سیمی سویت میشینه نمیزنهش اینا که ما سیمی سویت بخپم مرا میزد است موسیقی را نمیزنه برای چی کی استاد وای موسیقی بگناه بله شیف ها همش بیماروی ما ای خوردنی ای دارو ای لباسا تنقیسی نمیکشند رحمت با شما که شما همین چیزا رو برای ما تامین کردین روبر همین همش خوبه انشالله همش خوبه همین یک خواهش دیگه بود روبر همین درستیگه همین بیماروی ما کم همین لباسی غوث تنقیسی میکشن گفتم همین اگر که میشید با برای ما یک روان میکردیم با خوب میشید مایلش ما درخواست میکنم حتما درخواست میکنم السلام علیکم و علیکم السلام السلام علیکم رفیق سر دکتر و علیکم السلام نازه سوزی میشه یا خوش خبر چی خوش خبر همین منیجر بانو کو سوس چیده همین منیجر بانو که یک سال پیش آورده بودیمش همون سوس چیده ای کجا فهمیدی که سوس چیده ای کجا فهمیدم همین او بردیو کمیله کو اون همون دادری بسه غوتیده سبودیم خالی یاردم کنین منیجر بانو امور ای او نجات داد نه یک مبارک شوا رحمت این فخری بیمارخانه ما میدونی امیرا برای ما یک فخره کنی برای فریادش که ما ببینم شا فریاد کنم شا بدم تست کن مال تست کن آفرین همین خبری خوش باور که دل ما کنم شاد میکنه ای یکم بار نیست آخی ما هم دختریم ما خیلی را چندین تاش جواب دادگیم ما برای بیمارا السلام علیکم و علیکم السلام آفرین منیجر جان آفرین رحمت این بردیف کامل ایو تو نجا دادی چه نجا دادی کنی نقل کن این خیلی گرفتم دیدی که آدم سالم حتی حقلش نمیگیره همین کارا بکنه اینا منیجر جان همین کارا کرد منیجر جان این میگل برای تو هدیه رحمت دیدی اینا دکترش گفتن در کار کی جوابش بود ساسی دیگه فهمیدی مرا گوش کنی رفیق سر دکتر دو خبر دارم یک خبر خوش یک خبر بد چه کو ای خبری خوشت گپ زد چی گپه خبر خوش همه که قطعی دکترش گپ زدم منیجر بانو را جواب میتیه آفرین حتما باید جواب دادن در کاری سوسی دیگه تمام کو خبری بد گپ زد چه خبری بد خبری بد همه که همو بدیف کمیله که اول نجات داد خچ دور کشیده نه چه دور نکشیدن چی ما برای خیلی برو وردم کشال کردم که قاق شوه من هم نمیدونستم که وای قیمت میتیم اما
3 kiloyu گرفتم آقا 3 کیلو ای سیب گرفتم یا 5 کیلو ماندارین گرفتم با گفتم یا که خیلی آدم گرفت یا مرکه میشه یا دختر زنگ زدی دختر بگم چرا ارزان گرفتم با آقا 5 کیلو ببازه 5 کیلو 10 سوم سیبای خصوصی ماندارین هم خصوصی گرفتم سیب بخره یا مرتضی شیرین هم ماندارین بخرم سیب نبخرم دختر زنگ زدی دکتر ayıldım buraya گفتم آقا کی بگویم دکتر گفتم میاد خودی زنگ زدی میاد ممرو دادر یه شما چند بار میخواستید بسوز شده کو همینجا گفتم چون بشه آقا ایشالله تمپراتورم چی دخترم میاره دکتر میاد گفتم بیا پا سلام علیکم نازه سوزه бьё Алло. Да, я вас слушаю. Сейчас у меня один больной, сейчас посмотрю, обратно подъеду, обратно. А мы зам мы телефон. Хорошо, я немножко занят, через минут 10 перезвоню, подожди. ما گفتم اگر Все, давай. یک نمیشید گفتم راه دارم میشل یک پروگرام سلام علیکم. نازه پاسوزه شما چه زده دیاری تاجیلی؟ ها شما بمر داره. او اکم کسلای زنی بمر. پس کده گه اکم اینه میشه دا بیو سلام علیکم بمر. اینه می اکم ها یک چور چقدر بمر؟ یک 5 روز زیاد شید اگه 5 روز زیاد شید تست میکنم بعد تست میشه نمیفرویا یک استاد میشه پا یک وچی اسپان دود کدم یا چند پاراسیتامول دادم امی تست کدم نه که مامی تست میشه نمیفرویا پا ما دادر جان حاضر من خودم همش هم میفهم یک مینوت خب کو کی بمر؟ این کسایی که شما اکم 5 روزی تست بده پا اگر گفتم که اکم چی باشه دکتر برم میو خیلی ما الان شدیم امی اکم سه میگیره پا 5 روزی شما نفراد کرده سیاری تاجیلی شما باید بر وقت فراد میکردید این اول یک بیمار بینید شما بچه اول گرفتار کردید حاضر من خودم همش هم میفهمم چی گپ شده چی گپ نه دادر جان یه مینوت دوستر شید شد نداشتم زنگ زدم سبشین دادم زنگ نزده یا توبه کردم نخو شما سکوری بالیسا زنگ زنه یو شد نداشته باشه این چه خیلی کجا دا توقی میگیره دادر جان اوه شد میشه پا حاضر میفهمیم حاضر چی میشه نمیشه میفهمیم دو ساز میشه چند بارم خیلیشید با ساز شده چند روز شد بیمار خواه یا 5 روز یا چی ده پا 5 روز نخو شما 5 روز شما کجا را نگاه کردین همین نگاه کردیم 5 روز دوری سر زشتی اپا شما رو ببینیم خنده میگیرم اپا ساعت چند شده؟ ساعت تون چند شید؟ نفهمیدم میگم ساعت چند شید مکتب میرم دادر این ساعت نیست این تنومتر برای سنجش فشار ای چی خیلی ساعت؟ اوسو بگم نته قبل سرگاه میزنی دادر؟ یک دو میمون سه یک کار مونه کنه یا 5 روزی زیاد تست کرده زی اپا نفهمیدم میگم 5 روزی تست کرده زی اکم اپا همی ناوشنیکوتا بعد مدته نفهمیدم چی میگی دادر؟ همین ناوشنیکوتا میگم با مدته گوش کردن تلفن کرد کدام ناوشنیک دادر تو ساقی نساقی این ناوشنیک نیست این تنومتر برای فشار سنجیدن برای بیمار ها تو کسلیو که ای من نفهمیدم همی جده دادر این نکی گران کردی یا چی ترا خیلی سبرا که غم دودی من شما رو زنگ زدم بیه گفتم مگه شما رو کی میگو بیه تنومتر من خیال کردم شما دکتره اپا سه ارزان دوستم بخونم سه وقت خودت خود دادر بزیب بیمار وضعیت شما وضبینه فهمیده؟ دو خبر دارم یا تا خبری خوب دارم یا تاش بد از کدامش سر کنم نختون گفت زنی دکتر جان من در خبر خوبش در کار نیست همون خبری بچه بگو برای چی؟ برای کی؟ من روزنامه نگارم